به نام خدا. در این آموزش من نحوه درج صحیح روزهای کارکرد، تاریخ آغاز به کار، تاریخ ترک کار در مواقعی که بیمه شده در استراحت پزشکی هست رو آموزش خواهم داد. ثبت استراحت پزشکی در لیست‌های ارسالی. یکی از غرامت‌هایی که سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان تحت پوشش خودش ارائه میده و پرداخت میکنه غرامت مربوط به ایام بیماری است که مهمترینش هم استراحت دوران بارداری. منتها برای اینکه بیمه شده بتونه از این استراحت استفاده کنه و مشکلی براش پیش نیاد، تاریخ شروع و خاتمه استراحت باید دقیقاً و درست در لیست‌های ارسالی درج بشه. نکاتی که داریم اینه که در ماهایی که بیمه شده در استراحت کامل هست باید لیست بیمه شده ارسال بشه با کارکرد 0. به هیچ عنوان نباید برای بیمه شده که در استراحت هست ترک کار بزنید. به عنوان یک مثلا فردی 10 فروردین تا 20 مرداد ماه 1401 در استراحت پزشکیه. لیستش رو بخوایم رد کنیم، تو فروردین تاریخ شروع به کارش رو باید بزنیم 1/1، روزهای کارکردش رو بزنیم 9 روز. مرداد ماه تاریخ شروع به کارش رو باید بزنیم 21/5 و روزهای کارکردش رو بزنیم 11 روز. اردیبهشت و خرداد و تیرش هم 0 رد